الان نه، از الان بگو ببینم برای پیغام برای دوستان آمریکایی بفرست. سلام به همه دوستان، به فریبرز که این جمع باز دوباره متشکلش کرد، به حسین میرمیران که همیشه دوستش داشتم و کامبیز که همچنین و بقیه دوستان مثل هرمز مشکین فام و همه اسمای دیگه که یادم نیست. به همه سلام میکنم. چرا دیگه کامبیز؟ از حالا کامبیز رو که گفتیم از میگم از حالا یه برنامه بریزیم تو تابستون انشالله تو ترکیه جمع شیم همه. به خدا ببین از حالا ببینین 3 ماه فریبرز منم باش موافقم. 5 ماه وقت داریم. یه تاریخی از حالا بگیم تا بچه‌ها آمادگیشو پیدا کنن تو اون تاریخ. از حالا تاریخ رو معین کنین تو ترکیه بریم هم دیگه رو ببینیم. امروز چه روزیه؟ روزش هم بگو. امروز چندم بهمنه؟ 28 ژانویه است که 8 بهمن ماهه. 28 ژانویه 2011. به امید این که همه دور هم جمع بشیم و یه روزای باز مثل گذشته یاد گذشته ها بکنیم و همه رو بدیم انشاءالله. خب بگو اصغر جون، تو هم بگو واسه بچه ها. من مخلص همه بچه ها، همه دوستای قدیمم، چاکر همشونم. امروز یه عده‌شون لطف کردن اومدن پیش من، محنت گذاشتن پیش ما. اصلا انشالله یه روز با همه بچه ها دور هم باشیم. خب بگو حالا از اینکه یه مقداری از خودت خبردار باشن، بگو مثلا بچه ها دو سناشون رو بگو چی کار میکنن و برنامه اینا چجوری هستش. من 2 پسر دارم که با هم مشغول کار قدیم خودم هستن، صرافی دارن. خودم هم کم و بیش همین کارو میکنم، بین تهران و دبی میرم میام دائم. از یه دخترم داری که؟ یه دخترم دارم که داره بیزینس میخونه تو دبی، اونم دستبوس همه دوستای قدیمه. قربان تو. خب حالا علیرضا جان صدری. خب علیرضا جان که ما یادمونه که چقدر با معرفت، چقدر لطف داشت و فوتبال هم خیلی دوست داشت. من یادمه فوتبال هم خیلی دوست داشتم. آره. خب علیرضا جان بگو ببینم از نظر خانوادگی چند تا بچه داری؟ 2 تا. 2 تا بچه دارم. یه پسر دارم. اسمش چیه؟ یه پسرم اسمش علی پاشاست. علی پاشاست. علی پاشا. یه دخترم داری؟ دخترت اسمش چیه؟ دخترم اسمش شیرینه. شیرینه. پسرت کجاست؟ پسرم نمیدونم. تو آمریکا دیگه. تو آمریکا داره چیز میخونه دیگه، مهندسی داره میخونه. اونجا مهندسی عمران داره میخونه. مهندسی عمران داره میخونه. دخترتون کجاست؟ دخترم همینجاست. تهران هستش. دانشگاه میره؟ دانشگاه نمیره. کوچیکه ها، مدرسه میره. خب خیلی ممنون. برای بچه‌ها چه پیغامی داری؟ سلامت باشن، خوب باشن. سلامت باشن. خوب باشن و با امید دیدار بشه. و در مورد چی؟ در مورد مهمونی که اونجا دادن. چه از اون مهمونی؟ اتفاقا اونجا یه مهمونی فریبرز یوسفی یه مهمونی داد. بله. خب اونجا جای ما خیلی فریبرز یوسفی همه رو جمع کرد. کامبیز و نمیدونم بچه ها رو همه رو جمع کرد. و اینا رو همه رو جمع کرد. دمش گرم. دمش فریبرز کرد. فریبرز ببین همه دوست دارن ها. همه دوست دارن. خب آقای فریدون جان. سلام علیکم به همه شما دوستان و همدورهای قدیمی. خب بعد حالا از خود زندگی شخصیت بگو. شخصی ما که 2 تا بچه داریم. 2 تا بچه. اسمشون رو بگو. یه پسر دارم اسم مهیار 22 سالشه. یه دختر دارم به نام ماهک 26 سالشه. به به. دخترم فارغ التحصیله. پسرم هم دانشجو سال 3. خودت چی کار میکنی ایران؟ من 15 ساله بازنشستم. چون خیلی خوب بازنشستم دیگه. عرض کنم براتون حدود 15 ساله در واقع کارآموزیمون تموم شده، سر کار رفتیم. تو کار تولید قطعات خودرو هستیم. میگم خوب ما رفتیم تلویزیون که قشنگ یکیمون بشه تو کار خودرو، یکیمون بره توی ملک و املاک، یکی دیگه بره نمیدونم توی صرافی، یکی دیگه یکی هم تاجر بین اینجا و قرجیش
قرجیستان بشه. من نمیتونم مثلا بگم گرجستان. کرگیزستان درسته؟ قرجیزستان. می‌نویسن کرگیزستان. حالا شلوغش نگاه. خلاصه خیلی عالیه. از خودم بگیرم دیگه، نه یه برمیگرده از این ور دیگه. از خودمون بگیریم دیگه. خب نه دارم میگم اتفاقا خیلی خوبه. خب خود منم که ارسلان هژیرنیا، من تو آمریکا زندگی میکنم. موقعیت بسیار خوبی گیر اومد که ما رفتیم تقریبا 28 دسامبر رفتیم دبی. حدود 3 هفته دبی بودیم که شد بعدش 4 هفته، چون کارام اونجا درست انجام نشد در 3 هفته. قرار بود 3 هفته هم ایران باشم که اون قسمت ایران شد 2 هفته، که بعد زنگ زدم خدمت قاضی جون عزیز، اونم برنامه رو ردیف کرد با اصغر. اومدیم اینجا و تونستیم بقیه بچه ها رو ببینیم. خود من چی کار میکنم؟ توی آمریکا تو کار ملک و اینا هستم، بازنشسته، البته بازنشسته، و حالا خوشبختانه یا بدبختانه نه زن داریم نه بچه و داریم هم تعلفی میکنیم. به هر حال اینم پیامی از طرف ما برای دوستان توی آمریکا که واقعا بازم تشکر میکنم از فریبورس و بقیه بچه‌هایی که این تشکیلات رو راه انداختن و ما میتونیم حالا بچه‌های قدیم رو ببینیم و چقدر لذت داره. من امروز دارم کیف میکنم. خب همین دیگه، میبینیمتون تو آمریکا.